بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. میخواستم با جناب انصاری اگه ممکنه صحبت کنم. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عباسیان هستم قربان، از تهران زنگ میزنم. آقای عباسیان از تهران، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. سلام و عرض ارادت دارم قربان خدمت حضرت عالی. سال نو هم تبریک عرض میکنم خدمت. سلامت باشید، تشکر از شما. جناب انصاری، قبل از مزاحمت یک شبهه‌ای برای من پیش اومده بود، میخواستم از شما بزرگوار اینو برای من حل بفرمایید. اولا قصد جسارت ندارم، میخواستم سوال کنم از شما که آیا حضرت پیغمبر امکانشو داشته در یک قولی تعهدی بده و برخلاف اون عمل کنه که اعوذ بالله محاله؟ من چند سال قبل از یکی از شبکه‌های تلویزیونی، شبکه 3 ظهر عاشورا بود، یکی از بزرگترین و بهترین نویسندگان و محققین ما فرمودن که من از جمعی از علما دستور یافتم که در خصوص اختلاف بین حضرات علی و ابوبکر و عثمان تحقیق بکنم. بعد اون فرمودن که من پس از 5 سال تحقیق به این نتیجه رسیدم که بسیار در این قضیه‌ای که اختلاف افتاده ما بین این حضرات به این صورت بوده که مثلا اینها در خانه خدا یک نامه مکتوب می نویسن، حضرت پیغمبر امضا میکنه و حضرات هم امضا میکنن و در خانه پیغمبر اینو چال میکنن که بعد از رحلت حضرت پیغمبر بر خصوص شور جانشین ایشون انتخاب شن. و من اینو چندین بار از علما سوال کردم، به خصوص از شبکه ولایت. بله. شبکه ولایت ایشون فرمودن که بله همچین چیزی هست و فلفورد مقداری آیات و عربی و اینا خون که من عربی سرم نمیشه، متوجه کامل نشدم از فرمایش ایشون. آقای عباسیان برادر عزیز، آیا مصدری هم ذکر میکنن برای این حرفشون؟ خیلی سریع و سیر میگن، ولی من میگم اصلا فرمایش ایشون درسته، من میگم اینا درست میگن، اما وقتی که خود حضرت جناب پیغمبر با توجه به این فرمایشات ایشون میخوام ببینم که آیا امکان داشتی که برخلاف این روش چیز کنن، یعنی تعهدی بدن، قولی بدن که جانشین بعد ایشون به توسط شورا انتخاب بشه و بعد خود ایشون بیان و حضرت علی رو جانشین انتخاب کنن؟ آیا امکان همچین چیزی وجود نداشته؟ چون حضرت پیغمبر محال بوده که همچین کاری رو بکنه و با توجه به سن و سال حضرت علی و حضرت ابوبکر با اون سن و سال بودن، خب قاعدتا تو شور فکر میکنم که اینها به این نتیجه رسیدن، نه بر اساس زور و یا حالا به قول ما دغل بازی یا هر کی اسمشو بذارین. می‌خواستم این شبهه رو جناب عالی مقداری بنده رو روشن کنید. دست شما رو می‌بوسم، سپاسگزارم از محبت. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید. برادر بزرگوار، اولا که من همچین شبهه‌ای رو تا هنوز نشنیدم راستش، که چه در نزد اهل سنت یا چه در نزد شیعیان که با سند صحیح ذکر شده باشه که بله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد چیزی نوشتن، چه در مورد جانشینی حضرت علی و چه در مورد قضیه شورا. قضیه شورا در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی و امرهم شورا بینهم، در اینجا یکی از صفات مؤمنین رو و درسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنین میدن، به اصحابشون میدن، این است که در امور با هم دیگه شور و مشورت داشته باشن. و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه همین مطلب رو در نامه 6 نهج البلاغه تاکید میکنن که انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان فی ذلک لله رضا. و شورا از آن مهاجرین و انصار است و اگر جمع شدن و کسی رو به عنوان امامشون تعیین کردن، در این امر رضایت الله سبحانه و تعالی است. ما در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم برخلاف دیگر پیامبران یک نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین بودن و نمیتونستن کسی رو به عنوان جانشین خود صراحتاً انتخاب بکنن. چرا؟ چون
ختم نبوت به معنای این است که رسالت آسمانی قطع شد، دین کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم، دین را الله سبحانه و تعالی کامل کرده. بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شریعت جدیدی برای بشریت تا روز قیامت نخواهد آمد. اما وقتی که شخصی بیاد برای خودش جانشین تعیین بکنه در زندگیش، بگه این بعد از مرگ من جانشین من هست، این به این معنی است که اولا باید این شخص معصوم باشه. شیعیان همین کارو کردن، اول اومدن امامت رو اختراع کردن، بعد دیدن که حالا این امامت که بدون اسمت نمیشه، اومدن بعد اسمت رو اختراع کردن. آیت الله محسنی خیلی جالب در باب اسمت بهار الانوار وقتی مطرح میکنه میگه که قضیه اسمت 200-300 سال بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم مطرح شده و بعد از امامت اومدن قضیه اسمت رو مطرح کردن، چون لازمه امامت اسمت هست. اگر که امامت بدون اسمت باشه معنی نداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر جانشینی برای خود در زندگی تعیین می‌کردن برای بعد از وفاتشون، به این معنی است که هر عملی رو که این جانشین انجام بده سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم محسوب میشه و باید این شخص معصوم باشه. به خاطر همین اومدن اسمت رو اختراع کردن، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبران و خاتم النبیین بودن. به همین دلیل قضیه انتخاب جانشین با ختم نبوت در تضاد هست. نمونه بهتون بگم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستشون رو به طرف قبله بالا میکنن، میگن که پروردگارا از آنچه که خالد ابن ولید انجام داده است من اعلان براءت میکنم. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه به عنوان نماینده پیامبر فرستاده شدن به یک قبیله بعد از فتح مکه. در اونجا درگیری رخ میده و خلاصه تعدادی از افراد این قبیله کشته میشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم چون خالد جانشین ایشون هست، نماینده ایشون هست، در ملأ عام میاد اعلان براءت میکنه که مردم فکر نکنن یک وقتی که این اعمالی که خالد رضی الله تعالی عنه در اونجا انجام داده جز دین است، جز شریعت است، جز سنت پیامبر است و بعد از پیامبر مردم بیان همون کارا رو انجام بدن، بگن بله چون خالد انجام داده بود و خالد نماینده پیامبر بود. ما میبینیم همیشه وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی خودشون جانشینی تعیین میکردن و این جانشین به اندازه یک تار مو از دستور پیامبر خلاف ورزی میکرد، میومدن علنا اعلان براءت میکردن از این عمل. و این تن در خالد ابن ولید نیست. خالد ابن ولید رضی الله عنه اجتهاد کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن اعلان براءت کردن از این عمل. صحابی میاد در یکی از جنگا، کسی شهادتین میگه در اثنای جنگ، شمشیر رو بلند میکنه میزنه از وسط دوتاش میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میان اعلان براءت میکنن از این عمل و حتی اون طرف وقتی میگه یا رسول الله، میگه اون از ترس این حرف زد، میگن که آیا قلبشو باز کردی؟ آیا از درونش خبر داشتی؟ چون این عمل صحابی در صحنه جنگ و این صحابی زیر لوای پیامبر داره می جنگه، هر عملی که در اونجا انجام بده به پای پیامبر حساب میشه. به خاطر همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن اعلان براءت کردن. اگر رسول اکرم کسی رو به عنوان جانشین خودشون تعیین می‌کردن، باید مسئولیت همه اعمال نیک و بدش رو به عهده می‌گرفتن که این همون اسمتی است که برای 12 امام تراشیدن بعد از اینکه امامت رو اختراع کردن.